روز بخیر دوستان، این برنامه نوبتی آیا می‌دانید که به نوروز عجب بخشیده شده است؟ آیا می‌دانید که اسم گیاه است که در بسیاری از کشورهای شرق نه تنها شفابخش سابیده می‌شود، بلکه افزایش فولیکول مو را هوسمند می‌کند. با یاری افشوری این رستنی شما می‌توانید ابرو و مژگان را نیز ثمرناک نگاه‌بین کنید. آب اسمه را اینچنین برای تبابت موهای ضعیف شده استفاده میبرند. برای این باید اسمه را به ریشه های موی مالید. با وجود این در اینجا یک نکته مهم را باید در نظر گرفت. این اصول تنها برای موی سیاه موافق است، زیرا موهای روشن پس از رسمیات میتوانند رنگ خود را به طور نظررس تغییر دهند. موی تاریک میشود یا رنگ معلم موی میتواند رنگ سرخ به دست آورد. خیر، تا بازدید.